خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. در مسکو خوب کار کردم، خوب تماشا کردم و در اول ماه ایون با پایزد مشهور کراسنای استریلا به لنینگراد رهسپار شدم. ساعت 8 بامداد یکی از روزهای اول ماه ایون به خاک لنینگراد پای نهادم. از روی دستور پیشکی اسپرانتان شناس تاجیک لنینگرادی سوار چند ترالبوس و تراموای شده به خوابگاه شعبه لنینگرادی انستیتوت شرقشناسی اکادمی فنهای SSSR رسیدم. اسپرانتان هنوز در خانه بودند. کمال عینی، عبدالحمید جلیلوف و نعمان نعمتوف از من خوش استقبال کردند. ناشتای خوب هم آماده ساختند. پس هر سه به شعبه شرقشناسی رفتیم. این سرای محتشم علم خاورشناسی روس مناسب مرتبهش در قصر پرشکوهی میخایلوفسکی در ساحل نیوه در قطار عمارت‌های شاهانه جای گرفته است. مرا با راهبریت انستیتوت شناس کرده و رخصت استفاده نمودن دستنویس و کتاب‌های نادر کتابخانه بای و قدیم را به این جانب دادند. در این مدت چند روز با گنجینه دستنویس‌ها شناس شدم. خوشبختانه دایر به موضوع خود بسیار نسخه‌های قلمی مأخذهای ادبیات قرن 19 را پیدا نمودم. در تالار منقش و مطلا که حشمت امپراتوران روس را تجسم می نمود، صحیفه های تاریخ گذشته امان را ورق گردانیدن در دل سروری عجیب بیدار می کرد. از تریزه های شیشکاری تالار پهنای نوه با موجهای آرام و پرصلابتش به نظر قدرت و بزرگی شهر پیاتر کبیر را نمایان می سازد. در دل حس افتخارمندی بیدار می شد که در یک گوشه تاریخی این شهر نشانه های درخشان و درفشان تاریخ ما نگهداری می شود. تأثیرات اولین از این تالار هیچگاه از خاطر سترده نخواهد شد. بعد از این هم در مدت 40 سال هر باری که به لنینگراد می آمدم در این تالار چند روز و چند ساعتها دستنویس‌ها را ورق می زدم. در لحظه های فارغ از مطالعه و نقاشی ها و کندکاری های تالار و موجهای نیوه می نگریستم و همان تأثیرات اولینی به این تالار قدم نهادنم در خاطرم زنده می گردید. در اینجا با دانشمندانی هم جوان و هم کار دیده از جمله با الگ اکیموشکین که همین سال بعد از ختم فاکولته شرقشناسی دانشگاه لنینگراد به کار آمده بود شناس شدم. این شناسایی بعدتر در طول زیاده از 40 سال به دوستی و همکاری قرین و با برکت مبدل گشت. باید گویم که این مرکز نامدار شرقشناسی تنها از روی رسمیت نام شعبه را داشت. در عمل مرکز علم شرقشناسی روس بود که عنعنه‌های بهترین دانشمندان نامور خاورشناسی روسیه را با افتخار و شرفمندی دوام می‌داد و امروز هم پیگیرانه از این راه می رود. مسئله های مهمترین مأخذ شناسی، آموزش زبانهای باستانی ایرانی، تاریخ اسلام و تصوف، چاپ آثار تاریخی و ادبی خلقهای شرق نزدیک و میانه، چنین است به طرز مختصر گوییم دایره آموزش و تحقیق این مرکز علمی شرقشناسی روسیه. با تشویق دوستان چند روز در کتابخانه‌های دانشگاه
و اکادمی فنها کار کرده با گنجینه های دستنویس های فارسی آشنا شدم و برای خود اسناد و اطلاعات ضروری را یادداشت نمودم. سفری مسکو و لنینگراد مرا به محیطی نو و جهانی دیگر آورد که شوق و هوس و غیرت و عزم ادامه دادن کارهای علمی در نهاد من جوش میزد. حس می کردم که چنین فضای آزاد برای جوانانی که در سر راه زندگی ایستادند خیلی ضرور است. در فضای آزاد راه روشن به نظر می نماید. مانعها با عزم و ثبات از پیش راه برداشته می شود. در فضای تازه لنینگراد طرح کاری آینده تدریجاً پیش نظر پدیدار می شد و نقشه تقریبی آن در فکر تجسم می یافت. در لنینگراد در کوچه و خیابانها قدم می زدم و تصور می کردم که با تاریخ روسیه پهلو به پهلو سیر و گشت می کنم. هر یک عمارت، هر یک خیابان، هر یک میدان، هر یک مجسمه، هر یک برج و گنبد و مناره صحیفه درخشان تاریخ روسیه، شاهد بالا رفتن قدرت، شهرت و مرتبه و نفوذ جهانی اوست. در تجلی صحیفه های تاریخ سیمای پیاتر کبیر نمودار بود. ساعتها به مجسمه پیاتر که به مسین سوار موسوم است نگاه می کردم و به توانایی عقل و خرد او احسنت می خواندم و در دل می گفتم که آیا از روی عدالت است که نام بنیانگذار این شهر را از شهر جدا کنند. در لنینگراد ساعت و روزهای معین را برای دیدن جایهای تاریخی و تماشاگاه‌های شهر و بیرون از شهر مقرر کردم. مشورت و راهنمایی دوستانم در این باب کاری مرا آسان کرد. آنها جایهای مهمترین را برای دیدن من معین کردند و خط حرکت و نقلیات را قبلا نشان دادند. در مدت کوتاه ارمیتاژ، موزه صنعت روس، جامع اسحاق، قلعه پتروپاولوفسکی، باغ تابستانی پیاتر و کلبه اولین اقامتگاه او، میدان سند، جای خروج دکبرستان، قبرستان مشهور الکساندر نفسک لاورا، در تئاتر مشهور اپرا و بالت مارینکا، آن وقت نام کیروف را داشت، اپرای شارل گونا، فاوست و بالت آرام خاچاتوریان گاینه را تماشا کردم. از جایهای تاریخی اطراف لنینگراد در تسارسک سلا، آن وقت شهر پوشکین می گفتند، بودم. در پترگاف که آن را پترادوارتس نیز می گویند، 4 باغ و فواره های مشهوری زرندود را تماشا کردم. سفر مسکو و لنینگراد نکته نوی را باز نمود که برای عالم از خود نمودن دانش محدود تخصصی کم است، بلکه آشنایی با تمدن گذشته و حاضره غرب و شرق از ضروریات است. چنین امکانات تنها در مسکو و لنینگراد دسترسی داشت. در این سفر عزم قوی‌تر شد که سالهای آینده تحصیل اسپیرانتورا را در مسکو باید ادامه دهم. در آخر ایون از سفر مسکو و لنینگراد به سمرقند به تعطیل تابستانه آمدم و به زیارت استاد عینی شتافتم. استاد در وضع خوب و سلامت بود که در تن پیراهن سبک تابستانه به تحریر مشغولی داشت. دفتر را پوشیده، سیاهیدان و قلم را یک طرف گذاشت. نقل و حکایتم را از سفر مسکو به دقت گوش کرد. پسندید. بعد دفتری پوشیده را پیشتر کشید و گفت: امسال صحتم بهتر شد. اولی بهار نوشتن قسم 4 یادداشت‌ها را دوام دادم. چند دفتر نوشتم. اگر به همین سیاق رود، سال آینده شاید
تمام کنم. همین روز یک باب عجیب را درباره غیبتخانه نوشته تمام کردم. بعد استاد درباره غیبتخانه شرح داده، شمه از باشندگان غیبتخانه و واقعه نوشته شدن شعر غول‌دینگا را نقل نمود. خیلی با شوق، با جوش و هیجان نقل نمود. به نظر چنین می رسید که واقعه ها نه 50-60 سال قبل بلکه در همین روزها رخ داده باشند. در آخر صحبت نهایت جرأت نموده نیتی در مسکو ادامه دادن تحصیلی اسپیرانتور را گفتم. سبب عزم خود را نگفتم. هنگامی که استاد نیتی مرا پسندیده به ناسازگاری محیط علمی ما اشاره کرد، فهمیدم که او دور باشد هم از دایره علمی و ادبی استالین آباد خوب آگاهی دارد. شما عزم خوب کرده اید که تحصیل آینده را در مسکو انجام دادنی هستید، گفت استاد پس از کمی خاموشی اندیشمندانه. در استالین آباد واقعا هم محیطی برای جوانان مساعد نیست. در صورتی که 3 ادبیات شناس پیشروی ما، میرزایف و میرزازاده و حسین زاده، بین خود ساز نیستند، جوانان چه تربیتی از آنها گرفته می توانند؟ میرزایف عالمی خوب است اما فعل و خویش وزنین است. از این جهت به مسکو رفتن شما درست است. من به استالین آباد بیایم به میرزایف میگویم که حجتهای شما را برای مسکو تیار کند. خوش و خرم به خانه آمدم و به پدرم این مژده را رسانیدم. پدر نیز از مصلحت استاد خیلی قناعتمند شد. روزی دیگر به واسطه به ترتیب دادن نقشه تألیف رساله مشغول شدم. سپس با باوری تام به نوشتن باب مهمترین و اولین رساله، تحقیق تذکره واضح تحفة الاحباب، شروع کردم. به زبان روسی سر کردم چون می دانستم که در مسکو رساله را برای دفاع به زبان روسی تألیف و پیشنهاد کردن لازم است. تابستان گذشت و در اول سپتامبر به استالین آباد بازگشتم. در کوچه بودیانی خانچه‌ای را در حولی ازبکان اندیجانی با دادرم مهدی خان که به اردیناتور اینستیتوت طبی داخل شده بود به اجاره گرفتیم. حولی در پهلوی منزل میرزا ترسونزاده واقع بود. خانچه خاموش و تنها و مهربانی صاحبان حولی برای مشغولیت‌های علمی شرایط خوب فراهم آورد. برابر تألیف رساله نامزدی با خواهش نشریات اثر ویکتور هیوگو، روزی آخرین کسی محکوم شده را از روسی به تاجیکی برمیگردانیدم. نه تنها زبان دشواری اثر بلکه تصویری نهایت وزنین زندان و روحیه فجیع شخصی محبوس در شب پیش از قتل مرا خسته می کرد. در ضمن این کارها حجتهای سفری مسکو را آماده کردم. در این میان مهم پیش آمد که انجام آن به عهده این جانب واگذار گردید. آخرهای ماه اکتبر شادروان عبادالله نرزیقولوف، نایب پرزیدنت اکادمی مرا دعوت نمود. از چهره کشاده‌اش معلوم بود که خبری خوشی را گفتنی است. اول اینکه حجتهای ضروری را برای مسکو امضا نمودم، لیکن پیش از سفر باید سفارش مخصوصی ما را اجرا کنید. دام الله عینی باید به استالین آباد بیایند. شما به سمرقند رفته در آمدن آن کس یاوری و همراهی میکنید. با فرمایش رفیق غفوروف برای آمدن دام الله وگان حکومتی جدا کرده شده است. فردا بیگاه به راه میبرایید. در آن سالها نقلیات هوایی برای حمل و نقل مسافران به طرز عمومی خصوصا در جمهوری‌های آسیایی میانه وجود نداشت. شخصان اول جمهوری‌ها برای سفرهای رسمی وگان‌های مخصوص داشتند. پس از به پرزیدنت اکادمی برگزیده شدن عینی، باباجان غفوروف برای سفر عینی به استالین آباد و بازگشت
از روی احترام بزرگ شخصیش به ایشان وگان حکومتی را می فرستاد. آخر اکتبر 30 یا 31 بیگاه در وگانی نرم و مجهز که به آخری پایزد تیزگرد مسکو بسته شده بود به راه برآمدم. مرد تخمیناً 60 ساله قامت بلندی روس، امک وانیا داده وانیا، هم کندوکتر، هم ناظر، هم آشپز و مباشر وگان بود. هنوز بریگر نرسیده چای و شیرینی ها آماده کرده به زلی طعامخوری دعوت کرد. گرد میز نشسته چای می خوردیم و مثل آشناهای دیرین صحبت می کردیم. بعد 2 ساعت امک ونیا شوربای خوشمزه آورد. با اشتهای صاف خوردیم و به کوپه در آمده خوابیدم. روزی دیگر صبح به سمرقند رسیدیم. امک ونیا گفت که روزی به سفر آماده شدن دامالله عینی معین شود به وی خبر دهم تا که مسئله به پایزد استالین آباد بستن وگان را با سردار وگزل حل و فصل کند. به خانه آمدنم برای پدر و مادر غیر چشم داشت و عین مدعا هم بود. آنها می دانستند که در پیش سفری مسکو دارم و منتظر آمدنم برای دیدار و خیر و خوش بودند. سببی به سمرقند آمدنم را گفتم. ساعت استراحت کردم و بعد پیشین به حوله استاد رفتم. استاد در کارخانه خود بالای دیوان کتابی را مطالعه می کرد. فرستادنی وگان را می دانسته است، اما از آنکه من به همراهی او می آیم بیخبر بوده است. از این کار خوشحال شد مگر که مرا به خانه درون دعوت کرد. صلاحت بیگم و خالده آمدنی مرا منتظر نبودند. برای همراهی آمدنی به اصطلاح آدمی خودی آنها را شاد کرد. قرار شد که 5 نوامبر به راه می برایم. همان روز من با پدرم 1 ساعت پیش به وگان در آمده نشستیم. پدرم خواست که به همین بهانه به دیدار استاد رسد. بعد از 1 ساعت استاد با خالیده رسیده آمد. به زلی وگان گذشت. پدرم را دیده خیلی خوشحال شد. هر دو از دیوان نشسته گرم صحبت می کردند. حال استاد خوب، وضعش خوش بود. و نعمک گفت که بعد از نیم ساعت قطاره بارکش از طرف تاشکند می آید و وگان ما را به آن پیوست می کنند و ساعت 6 به سوی استالین آباد حرکت خواهیم کرد. در عین گرمی صحبت سردار استانسیه آمده خبر داد که متاسفانه به قطاره‌ای که حاضر به سمرقند می رسد وگان ما را به سبب‌های تکنیکی پیوست کرده نمی توانند. بعد از 2 ساعت قطاره دیگر می رسد و ما با آن قطاره حرکت خواهیم کرد. طبیعی استاد کمی خیره شد ولی باز لحظه گذشت و سرگرم صحبت گشت. نهایت نزدیک ساعت 9 به سوی استالین آباد حرکت کردیم. استاد با خاطر جمع به کوپه برای استراحت و خواب درآمد. پاس از شب گذشته بود که از تق در کوپه بیدار شدم و نعمک درآمد. گفت که دامالله تب کرده است و می‌خواهد که در استانسیه کاگان دختر را دعوت کنیم. ساعت 4 بامداد به کاگان رسیدیم و یک دختر روس با همشیره طبی ما را پیشواز گرفتند. دختر استاد را معاینه کرد و گفت که باید با شریکان خود مشورت کند. برای این از روی احتیاط وگان را 1-2 ساعت در کاگان نگاه داشتن لازم می آید. اگر همه خوب باشد و تب فراید باز راه را به پایزد دیگر دوام دادن ممکن است. از کاگان به استالین آباد قریب هر ساعت قطاره می گذرد. من راضی، گفت استاد، لیکن تا رسیدن دخترهای دیگر به من پنیسیلین گذرانند. من داروی خودم را می دانم. دختر سوزنی پنیسیلین زد. 2 دختر دیگر رسیده آمدند. خیلی به دقت معاینه کردند و به خلاصه آمدند که شوش و راه نفس و
کار دیل خوب است. شاید کوفتی راه و تبدیل هوا تأثیر کرده باشد. بعد از 1 ساعت تب فرا آمد و وضع استاد خوب شد. بعد از 3 ساعت با قطار دیگر برای خود ادامه دادیم. روزی دیگر بعد از ظهر استاد بزلت برآمد. کمی شوربای گوشت مرغ خورد. از هر درس صحبت می کرد. در ضمن صحبت از تحصیل آینده من در مسکو سخن به میان آمد و گفت در مسکو به شما براگینسکی راهبری می کند. البته برتلس هم سرپرستی می کند، اما براگینسکی جوانتر است و با تاجیکستان بیشتر علاقمند است. صبح 7 نوامبر به استالین آباد رسیدیم. استاد را نرزیقولوف، میرشکر، باقی رحیمزاده و باز چند تن عالمان و نویسندگان پیشواز گرفتند. من هم زود به منزل رفته لباسهای تازه پوشیده به نمایش ایدانه برآمدم. ساعت 10 از میدان ایدانه با کارمندان اکادمی از نزد منبر حکومتی گذشتم. دیدم که استاد عینی در منبر پهلوی غفوروف ایستاده با چهره شکوفان نمایشگران را تبریک میگوید.